نور محمد سالهاست که در این بازار کار می کند. از مظالم امریکایی ها یاد می کند که چگونه پدرش را در این بازار دستگیر نموده و بعد از 3 روز زندانی نمودن وی را به شهادت رسانیده است. اهرمن زمان و اشغالگران با نهایت قساوت و بیرحمی پدر نور محمد را بعد از 3 روز حسارت و شکنجه به شهادت رسانده و بعد از شهادت بالایش مواد کیمیایی تیزاب مانند پاشیده بودند. من خودم 7 ساله بودم، 8 ساله بچه بودم، در جای مزدور بودم، خبر نداشتم. اینم تو قطار امریکایی ها اومد در ولسوالی چرخ دیگه. پدرم از خانه برآمده بود، تجارت زردالو رو میکرد. بازدمی صبح که گرفته بودش تقریبا 7-8 روز امریکایی در اینجا چاپاو داشت، کلگی بند بود، کسی از کسی خبر نداشت. پدرم از خانه برآمده بود، بیرون آمده بود بازار، در بازار یارو گرفته بودن.